امروز میخوایم سراغ شهری بریم که طی 50 سال از این لولو تبدیل شد به این هلو. شهری که تا 100 سال آینده رو برنامه‌ریزی کرده و هیچ کمبودی نداره. حالا چطوری یهویی اینقدر پیشرفت کرده؟ با من تا آخر ویدیو باشید که قرار شگفت‌زده بشید. اسم این شهر پیشرفته سئوله که پایتخت کره جنوبیه و 16مین شهر بزرگ جهان محسوب میشه. از 53 میلیون نفر جمعیت کره جنوبی 10 میلیون نفر اون در این شهر زندگی میکنه. برخلاف اکثر شهرهای مدرن که حالت سنتی خودشون رو کاملا کنار میذارن، شهر سئول با قدمت 2000 ساله جزو معدود شهرهای جهانه که هم مدرنیته و هم سنتی گرایی رو با هم حفظ کرده و یکی از دلایل اصلی پیشرفته بودن سئول همینه. وقتی جنگ جهانی دوم تموم شد، این شهر مثل یک خاکستر شد و امید چندانی به رشد و توسعه این شهر نبود. از طرفی هم محاصره های سیاسی کره شمالی و ژاپن و چین کار اونا رو خیلی سخت کرده بود. پس یعنی سئول نه پول داشت، نه متحد داشت، نه همسایه خوب. پس چیکار کرد؟ اومد با خودش گفت که همه اینا رو ولش کن، باید کشورمون رو با دستای خودمون بسازیم. پس شروع کردن به تولید داخلی. طوری شد که یه بار از آمریکا گوش وارد کردن. دامداران وقتی این رو فهمیدن به نشانه اعتراض چند تاشون خودسوزی کردن. یا وقتی برنج از کشوری وارد میشد تظاهرات میلیونی را مینداختن. وقتی همه پای کار یه شهر و یه کشور شدن، پس قطعا پیشرفت قطعیه. مسئولان سئول که ترکیبی از تجار و نظامی های با تجربه بودند، سعی کردند که با برنامه ریزی دقیق روستاییان رو به سمت شهرنشینی سوق بدن تا هم نیروی کار بیشتری داشته باشند و هم مزایا و امکانات به طور مساوی بین مردم توزیع بشه. برای همین باید شهر رو جوری طراحی می‌کردن که بتونه این جمعیت انبوه رو در خودش جای بده. برای همین روی زیرساختاشون کار کردن و سئول رو از مترو و پارک و خیابونا تا کارخونجات رو طوری ساختن که تا سال 2150 بدون هیچ مشکلی اثر بخش باشن. اونا طوری دقیق نقشه های خیابونا رو کشیدن که ترافیک به ندرت توش اتفاق بیفته، هرچند جمعیت خیلی زیاده و هر روز هم بیشتر میشه. یکی دیگه از کارهای مهمی که توی این شهر خیلی بهش پرداخته شده مسئله آموزشه، طوری که برای همه دانش آموزا و دانشجوها برنامه ریزی های دقیقی شده و آینده شغلی اونا تضمین شده است. چرا که کشور از وارداتی بودن تبدیل به صادراتی بودن شده و سئول هم اصلی ترین جایگاه رو در مدیریت این کار داره و برای همه محصلین جایگاه شغلی در نظر گرفته تا بتونن کشور رو توی این کار یاری بدن. اکثر کارشناسان معتقدن تنها دلیل پیشرفته بودن این شهر قدرت نرمه. یعنی کره‌ای‌ها اومدن و با تاکتیک محبت آمیز مشتریای خارجی رو جذب کردن، جوری که نه اجباری در کار باشه نه منت کشی، بلکه مسئولان این شهر با بیان فرهنگ و تمدن، ارزش‌های جامع و زمین‌های آماده برای سرمایه گذاری، مشتری‌ها رو هوا کش رفتن و این باعث شد درصد صادرات اونا به نسبت کشورهای دیگه افزایش 2 برابری داشته باشه و هیچ بیکاری توی این شهر پیدا نشه. مسئله بعدی که شهردار سئول به صورت ویژه به اون پرداخته مسئله گردشگریه، طوری که تو سال 2012 شهر سئول با میزبانی از 10 میلیون گردشگر رتبه 18مین شهر گردشگری جهان رو به خودش اختصاص داد. از جاذبه های گردشگری جالب اونا میشه به میونگدونگ اشاره کرد که یه مرکز خرید، یه مرکز تجاری و یه مرکز فرهنگی محسوب میشه و روزانه حدود 2 میلیون نفر به اونجا رفت و آمد میکنن.
یا میشه به روستایی اشاره کرد که قدمت 700 ساله داره و در دل این شهر قرار گرفته. این روستا بوکسجون هانوک نام داره و بین دو تا کاخ معروف شهر، یعنی کاخ گیونگ بوکگانگ و کاخ گانگ دئوکگانگ ساخته شده. امروزه اگه بخواید برید اونجا میتونید یه روستای کاملا سنتی رو در دل تکنولوژی و رباتیک ببینید. برج‌های بلند، خیابون‌های عریض و به شدت تمیز، نورپردازی بی‌نظیر در معماری شهر، حفظ بناهای تاریخی و مرمت اونا و در کنار رودگان بودن باعث شده این شهر یکی از بی‌نظیرترین و زیباترین شهرهای جهان باشه. از لحاظ تکنولوژی و فناوری کره جنوبی رتبه اول رو داره و کرکوپرتون میریزه اگه بدونید سامسونگ و LG که هر دوتاشون گول تکنولوژی جهان محسوب میشن در این شهر و کشور واقع شدن و این باعث شده بالاترین و بهترین خدمات تکنولوژی رو داشته باشن. از پرسرعت‌ترین اینترنت جهان که متعلق به این شهره تا رستوران‌های تمام رباتیک. مسئولان برای هوش مصنوعی هم بودجه‌های کلانی رو در نظر گرفتن تا بتونن تا چند سال آینده یکی از سردمداران این بخش باشن. توی سئول داره موزه‌ای ساخته میشه که همه اون رو ربات‌ها و پهپادها میسازن. ربات‌ها نمای ساختمون رو درست میکنن و پهپادها هم اونا رو کنترل میکنن و قرار این موزه چند ماه دیگه افتتاح بشه. شهر سئول تقریبا پر شده از ربات‌های متنوع، از ربات گارسون گرفته تا ربات‌هایی که خدمات دولتی و غیر دولتی رو به تنهایی بر عهده دارن. شهردار سئول گفته قصد داریم تا سال 2026 این شهر رو تبدیل کنیم به اولین شهر در جهان که تمام خدماتش رو ربات‌ها انجام میدن. اونا برنامه دراز مدت برای ربات‌ها چیدن تا بتونن تا سال 2030 تقریبا همه کارهای این شهر رو به ربات‌ها بسپرن و در خدمات اقتصادی و کشاورزی بی نیاز از نیروی کار بشن. اونا برای این برنامه حدود 5 میلیارد دلار بودجه در نظر گرفتن تا بتونن ساخت حدود 1.5 میلیون ربات رو استارت بزنن. اینا فقط بخش کوچکی از این شهر بی‌نظیر بودن. شهری که داره خودش رو به شهر آینده تبدیل میکنه تا بتونه هم رفاه مردمش رو تأمین کنه و هم جهانیان رو به اینجا جذب کنه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و با لایک کردنتون به همون انرژی بدید. توی کامنت ها برامون بنویسید که به نظرتون پیشرفته تر از سئول هم شهری توی دنیا پیدا میشه. تا یه ویدیو ماجراجویانه دیگه، بدرود.